آقای مسعود پزشکیان نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر هستند که 5 دقیقه وقت دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاک بنیانگذار انقلاب جمهوری اسلامی ایران حضرت امام به یاد شهیدانمان و با عرض تسلیت به خاطر شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یارانشون، من به سرعت مطالبمون رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. با تأیید بر قانون مداری و بیانات مقام معظم رهبری، بر اساس همون قانون دلم میخواد چند تا حرف بگم خدمت شما. شهید بهشتی میفرمایند که من برخورد تلخ صادقانه رو بر شیرینی برخورد منافقانه ترجیح میدم. حضرت علی علیه السلام شهید مطهری در کتاب داستان راستان مثالی از حضرت علی و یک مسیحی رو میاره که کار به دادگاه میکشه به خاطر زرهی که از حضرت علی گم شده بوده و دست مسیحی بوده. در دادگاه حضرت علی که معصومه محکوم میشه و چون شاهد نمیتونه بیاره مسیحی آزاد میشه. یعنی علی هم در دادگاه باید حکم داشته باشه و بتونه شاهد بیاره تا حرفش رو به کرسی بنشونه. در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم راحت به هر کسی دلمون میخواد تهمت میزنیم، افترا میبندیم بدون اینکه به دادگاه رفته باشیم و بعد آبرو رو میریزیم و بعد میگیم همه چیز رو باید درست ببینیم و قانونی و باید قانونی دید. حضرت علی علیه السلام در نامش به مالکشتر میفرمایند که فملک هواک و شح بنفسک ما لا یحل لک فان الشح بالنفس الانصاف منها فيما حبت و کره. هوای نفسش جلوشو بگیر و جلودار در حقیقت عملت باش. شح بالنفس یعنی اینکه انصاف منها فيما حبت و کره، انصاف رو مراعات کنی در اونی که دوست داری و اونی که دشمن میداری، انصاف رو مراعات کنی. نشر قلبک الرحمه للرعیه و المحبت لهم و اللطف بهم، با تمام وجودت به مردم مهر بورز، عشق بورز و از مردم دفاع کن. فلا تکونن علیهم سبعا زاریا تخترم اکلهم، برای مردم مثل یک حیوان وحشی نباش که به جونشون بیفتی و لط و پارشون بکنی. فانهم صنفان، این مردم دو دستن، اما اخ لک فی الدین اما نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تا این خلقت با تو برابرن. یفرط منهم الزلل و تارز لهم العلل و یعطی علی ایدیهم فی العمد و الخطا، گرفتار میشن، مشکل دارن، خطا میکنن عمدن و یا سهوا. فاطم من عفوک و صفحک، بگذر از اینا، با رحمت و گذشت با اینا برخورد کن. اینا مردمن، باید با گذشت و مردم برخورد کرد. سهوا و عمدن اگر اشتباه بکنن. فقط در آخر میاد میگه فقط استکفاک الله و ابتلاک بهم، تو رو داریم به این امتحان میکنیم. ولا تردم علی عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن الى بانیة وجدت فیها مندوحة ولا تقولن انی مؤمر آمر فوتا. وقتی میتونی گذشت کنی گذشت کن، وقتی میتونی مداخله تند نکنی، تحریک نکنی، نزنی نزن. نگو من امیرم امر میکنم دیگران اطاعت باید بکنم. ولا تقولن انی مؤمر آمر فوتا، من امر میکنم هر کی صداش در بیاد پدرشو در میارم. این مردمه، با مردم باید مثل مردم برخورد کرد، مثل انسان برخورد کرد و با انسانیت. اگر ما راه علی رو بریم، حرف علی رو گوش بدیم، منصفانه به همه گوش بدیم و مثل یک انسان دوست و دشمن خودمون رو هم انصافانه باش برخورد میکنیم، قطع و یقین تمام قاعده ها میخوابه، تمام مشکلات حل میشه. ولی وقتی که جامعه یکی رو بگیریم، فقط یک صدا رو بلند بکنیم و اجازه ندیم دیگران حرف بزنن و هر کی حرف زد انگ بهش بچسبونیم، اون وقت معلومه چه اتفاقی میفته. حالا هر چقدر فریاد بکشیم که اصلاحش بکنیم اصلاح نمیشه. انصاف رو باید مراعات کنیم. صدا و سیما باید انصاف رو مراعات بکنه. سیستم های نظامی و امنیتی باید انصاف رو مراعات بکنن. ما حق نداریم خلاف قانون با انسان ها برخورد بکنیم. هرچی اگر شما معتقد به مقام معظم رهبری هستید، صبر کنید من حرفمو بزنم، نپذیرید. ببینید اگر ما ولایتی هستیم، ملت شریف ایران بدانند این پیام مال حضرت علی است. این
گفته رفتار علی است. خودتون قضاوت کنید بینی و بین الله ما علی گونه عمل میکنیم یا خودمون و بر اساس نگاه خودمون، گروه خودمون و دسته خودمون عمل میکنیم. این قضاوتی است که ملت باید بکنه، شما هم باید بکنید و این امتحانی است که خداوند بین ما و شما و آخرت خواهد کرد. نه اینکه ما مثلا فرض بکنیم بلند شیم و هر چی دلمون خواست بگیم، هر کی خواست حرف بزنه 2 2 4 هر چی که هست. والسلام. آقای حاج بابایی دستور بر اعلام بفرمایید.